اخیرا در فضای مجازی بعضی هنگامه‌های برپا شد، بعضی سخن‌های پست بلند گفته شدند، بعضی دعوا و جنجال‌های هنگامه‌های برخاست که از حکم آگاه نگشته کارهای انجام دادن که گمان میکنم که سبب همین فتنه ها شد. از جمله یکی از همون مبلغا با نام عبدالقدیر که دعوای مولویگی را میکرده است. اصلا مولوی شخصی را میگن که معلومات عالی دینی دارد و یک مفکوره اسلامی را هم دارد. همه آشکار دعوت کرده است که در تاجیکستان جهاد فرض عین گشته است. به خاطر الله آیا تو حقی همه فتوای جهاد داری؟ هیچ جاهلی است، هیچ بیعقلی است. همون یک بزرگ میگه که و غیر تقین یأمر الناس بالتقی طبیب یداوی و طبیب مریض. آدمی که تقوا نداره وقتی مردم به تقوا دعوت میکند این مسئله همون طبیب را میمونه که سرش کل است و مردم هم میخواد طبابت کنه. او کل باشی طبیب باشی سری کلی خطه طبابت که میگن در عرفیت مردم. از برای خدا اما شما ملک کشور خودتان به افاقه بیاره، اصلاح کنه. همون عیب کمبودی خودتان کم است مگر که او دست درازی میکنید، سخنای هر خیره بیان میکنید. کسایی که خواهان امنیت مملکت ما نیستند همونا را وادار کرد که از فرصت استفاده برای همین شخصای فرصت طلب همین دعوا و جنجالا را بردارن. در بعضی نوارها خطیبان کشور همسایه افغانستان به جهاد دعوت کردیان. از برای خدا به مقابل کی جهاد دعوت میکنه؟ به مقابل 98-99% مسلمانی که در همین سرزمین زندگی میکنن. از خدا بترسه. همون فتنه هایی که همون بدبختی ابوبکر بغدادی سری مردم مسلمان آورد برای شما را درس عبرت نیست که یک کشورهای نازنین را مثل سوریه و مثل عراق و خون و خاک کشید و جنگ کشید که تا به حال مردم به خود ناومدیان. همین کفایه نیست. از همین خاطر انا بسیار خواهش میکنم همون کسایی که آگاه نیستند اما متاسفانه زبان درازی میکنن قبل از اون که سخنی را میگویند یک برابری همون مسئله را ببینن و برادرای جوانی را که متاسفانه بعضا از شریعت آگاهی ندارند فند و فریبی بعضی بنام همین مولوی ها را خورده و شاید که عقیده هاشون ویران میشه و دست به کارهای نادرست میزنن. در حقشون دعا میکنیم که خداوند هدایتشون کن، اصلاحشون کن. الحمدلله رب العالمین در این ملک سرزمین ما علمایی که از شریعت آگاهی دارند کفایه است. به هر سوالی که اگر مراجعت کنند پاسخشون میگیرند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.